السلام عليكم برادرای عزیز، سلام علیکم بر کل مردم مسلمان. عرض و رحمت کنم به خداوند همتون خوشی بگردونه، خداوند همتون به این کعبه مکرمه نصیب بگردونه. تو امروز چی گناهی کردیم، خداوند گناههای ما را ببخشه. هر یک انسان بی خطا نیست، هر یک ما خطا داریم. در نزد خدا باید ما توبه کنیم و در نزد خدا باید ما نه بعدا یک چیزی گفتنیم کسی که تو امروز یگان سخنی بد گفتگیم شاید ویدیو ما تماشا کنید. از همتون بخشش عذر زیاد میخوام که شاید از چی میگن از جهلی بود، از یگان بی عقلی بود، یگان سخنی خوب نگفته باشم، یگان سخنی پستی و بلند گفته باشم. از همتون بخشش زیاد میخوام برادرای عزیز و مادرای عزیز و خواهرای عزیز، مرا ببخشید که در نزد کعبه خدا هستیم. خواستم در همه جا از همتون بخشش برسم که باورم کنین وقتی اینجا میای بعد میفهمی ان شاء الله که خودش با هم خودی حرکت میکنیم که دل یگان کنه تو این که نرنجونیم. فقط به خاطر الله چیزی هست با ما حرکت کنیم. هر یک کسی که یکی یافتم، هر یک کسی که اگر که به خاطر الله حرکت کنه ان شاء الله این خونه خدا کعبه ان شاء الله نصیبش میشه. فقط به خدا باور کنید، حرکت کنید، ان شاء الله که خونه خدا نصیبتون میگردد. فقط به خدا باور کنید، حرکت به پیش کنید، ان شاء الله خداوند خودش نصیب این خونه خدا میگردونه. با هم خاطر باید بگم کسی چیزی گفته باشین با میگم بخشش از همتون میپرسم. کسی که هم مقصد خفه کرده باشه همتون بخش دگیم به خاطر خدا همتون دوست میدارم. فقط به خاطر خدا در حق دعا کن ان شاء الله در حق تمام مردم مهاجر و تمام مردم مسلمانی که هست در حقشون دعا میکنید خداوند آن همین خونه خدا نصیبشون بگردونه. و مردم مهاجری که در وطن هستین یا که در از وطن بیرون هستین خداوند بیمار باشه، بیماریاتون خداوند شفای کامل از خدا خرداشون رهاشون کنه. کسی که در ترما هستین خدایا از ترما آزادتون بگردونه. باقی سربلند و خانواباد باشین. خداوند یار و مددگارتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.